ظاهر و سایز فیلتر رو ملاک انتخاب فیلترتون قرار ندید. تو این ویدیو یه چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم، خوب دقت کنید. ببینید این یه فیلتره، اینم یه فیلتره، اینم یه فیلتره. 3 تا فیلتر تقریبا تو یک سایز، ولی قدرتاشون زمین تا پس فکر نکنید که اگر شما برفرض این فیلتر رو داشتید و احیانا دچار سوختگی شد و از بین رفت، برید فروشگاه و بگید که یه فیلتر میخوام این سایزی، بگید من سایزشو خودم بلدم و اینو به شما بدن. دقیقاً 2 برابر این فیلتر قدرت داره و وقتی برید داخل آکواریومتون با یه فاجعه روبرو میشید، چون گردش آبش انقدر بالاست که آب مثل سوپ برای شما هم میزنه. به همین خاطر هیچ وقت از روی ظاهر فیلترها قضاوت نکنید. این فیلترها داخل خودشون قدرت‌های متفاوتی دارن و برای آکواریوم متفاوتی طراحیشون حتما از یک مشاور خوب و از یک شخصی که مطمئن هستیم مشاوره بگیرید و یه فیلتراسیون درست انتخاب کنید.